چک کنم صدا خوب باشه. سلام به همگی. خیلیاتون من میشناسین، خیلیاتون نمیشناسین. در واقع اندکی منو میشناسن. اینجا سینا هستم، در حال حاضر در کشور سعودی به عنوان پزشک عمومی، متاسفانه عمومی، به عنوان پزشک عمومی کار میکنم. یه چند ماه پیش یه استوری در اینستاگرام گذاشته بودم و از فالوورام پرسیده بودم که آیا مایلم بیشتر در مورد شرایط کاری پزشکا در سوئد مطلبی منتشر کنم یا نه. یه چند ماهی طول کشید ولی خب بالاخره انگیزش رو پیدا کردم. در حال حاضر سر کار هستم، آخر ساعت کاریه و خستم، اما میخواستم فقط اطلاع بدم که کلیپ های بیشتری در راهه، با جزئیات بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد. مسئله ای که حالا تو کشورمون هست که خیلی از پزشکا دارن مهاجرت میکنن. چیزی که زیاد هستش نحوه و روای مهاجرت هستش، ولی اطلاعات در مورد شرایط کاری اون کشوری که بهش مهاجرت میکنن زیاد وجود نداره، حالا اطلاعاتش کمتره و مهمترین در واقع بخش اینه که آدم اطلاع داشته باشه در مورد اون کشوری که بهش مهاجرت میکنه. حالا من سعی میکنم یه مقداری در واقع زیاد میگم نه، یه مقداری اطلاعات در این مورد منتشر کنم. حالا موضوع دیگه هم هست که بعدا در موردش صحبت میکنم. خواستم فقط کلیپ کوتاه باشه و همین. مراقب خودتون باشین و خداحافظ.